پوریا هم همیشه داره دیر میاد، یعنی اما اصلا نمیاد. شدی آدم سر تایم. ما رو کجا آوردین؟ اینجا مرداب شرکه. الان شرک میاد میگه اینجا مرداب منه. ای بابا. خیلی خوش اومدی. سلام. سلام. خبر؟ سلام. خیلی خوش اومدین. سلام به همه. خیلی خوش اومدید به قسمت سوم اپیزود سوم بزکست. امروز جای جالبی هستیم. مرداب اومدیم چرا کنیم. واقعا اومدیم چرا. من اونجا داشتم می اومدم شرکم دیدم گفت اینجا مرداب منه، از مرداب من برید بیرون. دیگه یکم درگیر شدیم و اینا. آره حالا بچه‌ها اگه بخوام بدونم اومدیم بیرون از شهر. 6 صبح منو بیدار کرد. 6 نگاه من گفتم 5 صبح که 7 برسیم اینجا. یعنی اگه میگفتم 7 10 صبح میرسیدیم حاجی واقعا. من هیچ وقت منصور بیدار نمیشد. بعد زنگ زدم بعد دیدم فروزان 10 بار داره زنگ میزنه. بعد خب منصور 2 تا شماره داره. بعد زنگ زدم گفت الو. فلان شده. فلان شده. چرا بیدار نمیشه؟ بابا 40 دقیقه همه ما رفتن فلان اینا. گفت خب به اون شمارم نباید زنگ می‌زدید. بلند شو پاشو بیا. آقا 1000 بار گفتم آقا میخوای بزنی به ایران سل بزنی. من نیست که بی خواب موندم. آره واقعا. ولی خیلی عجیب بود که منصور بیدار شد ولی و 5 دقیقه پایین بود. انگار کارگرای دقیقاً کنار خیابون هست پیکو رو گذاشته بود. فقط یه پلاستیک کم داشت که لباس کارش توش بود. اینجوری بود که چه اتفاقی داره میفته. خواب ثابت چقدر دوست داری؟ خیلی. خواب ثابت چقدر دوست داری؟ من به هیچی عوضش نمیکنم. من واقعا توی سفر میخوام صبح بخوام. اصلا این آدمایی که میگن تو سفر 7 صبح پاشیم بریم این کار نمیدونم به چی داری میگی. واقعا چی میگردی؟ آخه سفر نگاه معقوله سفر واقعا عجیبه. آدم میره سفر که استراحت کنه. ولی وقتی میری داخل سفر که اینجا رو ببینم این سفرهایی که با شما میرم بعدش باید یه روز استراحت بکنم. یه روز خودت سفر استراحت نیست. 2 روز نمیبینیم. پوریا بعد 2-3 روز که اصلا نیست. بعد از سفر یه هفته‌ای باید یه هفته استراحت کنی تا برگردی به روال عادیت. تو نمیتونی از سفر خسته بیای بعد بری سر کار. ها دقیقاً. ولی آخه یه چیزی هم که هست مثلا حالا سفر اگه مثلا آدم بره ترکیه یه جایی تو هتل چیل کنه این واقعا یه هفته براش یه هفته است. اینجوری ولی سفرهایی که ما میریم حاجی صبح بیرونیم شب بعد موقع ناهارم نمیخوره. دیگه اینجوری. ولی جالبه چقدر ستاپمون رو دوست دارم. خیلی خوشگله ستاپ واقعا دوستش دارم. مرداب قشنگیه. آره حالا که به قول هم اومدیم کمپ. حالا کمپ که نمیشه گفت نیمچه کمپیه. بچه کمپ. آره بچه کمپیه چون حالا کمپ مثلا تو طبیعت و اینا باشه. کمپ دوست داری؟ من عاشق کمپم. یعنی یکی از فیوریت کارام. حالا منصور خیلی بیشتر حال در جریانش بشم ما سفر رفتیم اکسسوری کمپ جمع میکنن. یعنی حالا شما دیده باشه آره کلکسیون از بیلش و گازش و تا مثلا همین میز و صندلی اینا بعد پشت ماشینه با مثلا کیسه خواب اونجا بذار بریم دیگه. هر بچه‌ها گفتن هم موقع حرکت سفر کمپ. ولی واقعا کمپو دوست دارم. سفر واقعا کمپش خیلی حال میده. اینکه مثلا بری هتل مثلا فلان زیاد اینگو سفر نرفتی. مثلا یه جای رفتی یه جای دیگه ولی میرید یه جای میمونی تو طبیعتی ممکنه بمیری هر آن به هر دلیلی. هیجان گرگ میخورتت. خیلی حال میده. هیجان کمپ خوبه. نگاه کمپ میگه از دل شهر و شهریت میزنی بیرون. باشه رفتی آقا در جایی که فقط داری طبیعت میخوای وحشی درون تو وحشیت درونم بزنم بیرون. جالبش اینه که مثلا ما الان اینجا هم که اومدیم خیلی آدم هست ولی خب طبیعتا هر وقت میریم کمپ یه جاهایی رو بچه‌ها بدونن یه جاهایی رو میریم پرت. یعنی یکی میاد دنبال آقا رضا میگرده شب. تعریف کنین تعریف هم کنیم که جاتون خالی. یه بار رفته بودیم هم سمت کمرم بودیم. شب نشسته بودیم آتیش روشن کردیم جوجه خوردیم. بعد حداقل 3 تا چادر بودیم و 10-12 نفر آدم‌ها یعنی چه دختر چه پسر. بعد داشتیم دورم نوشیدنی می‌خوردیم غذا می‌خوردیم بازی می‌کردیم. یهو دیدیم از دل تاریکی یک آدمی سیاه اومد مست. نگاه واقعا من داشتم صحبت می‌کردم من واقعا بوخوری شدم اون لحظه. گفت که آقا رضا رو ندیدی؟ بعد حالا تو همون لحظه که داشت میگه آقا رضا رو ندیدی من مثلا یه تبر دستم بود و جواد از پشتم یه چوب دستش بود که اگه اتفاق افتاد بزنیم یارو رو.
و آقا رضا که پیدا نکرد و با کمپش هم یه 2 کیلومتر اونورتر. آره اون پایینه بود. اول با صداش رضا یه رضا به خاطر همینم شد که پوریاجا اصلا بیرون خوابیدن، این داخل چادر نخوابیدن و من یادم جواد با تبر اینجوری خوابیده در حالت آماده باش. در حالت آماده باش. آقا رضا به نظر آقا رضا پیدا شد یا نشد؟ فکر کنم پیدا شد دیگه ان شاء الله. نشه خبرش در میاد. دیگه یه جا خوابیده احتمالاً فردا صبح بیدار میشد میرفت پیشش. من چیکار میکنم؟ کجا هستم اصلا؟ اسپان میشه نشستی یا یه جا اسپان شده صبح پا میشه نگاه. ولی حالا در کمپ داریم صحبت میکنیم. من معقوله کمپو واقعا رسپکت به احسان سرشار، یکی از تولیدرهای خفن شیراز و واقعا ایرانه. من با اون آشنا شدم با کمپ، چون حالا از طرف سمین خواهرم که داشتیم میرفتیم، اولین باری هم که رفتیم سال 98 من رفتم هلن کوهگیری بوی رحمت و با چند هلن چیه؟ هلن یه دشت هلنه، بعد تو رود تو کارونه، صد کارون. خب صد کارون 4 فکر کنم تو کوهگیری بوی رحمت. خب بعد بوده 7-8 ساعت 10 ساعت از شیراز با اتوبوس باید بریم. میرسی اونجا از یه جای اتوبوس دیگه نمیتونه بره، نیسان میاد یا پاترول، سوار نیسان و پاترول میشی، یه پیچ اینجوری رو میری پایین کنار آب، سوار قایق میشی 20 دقیقه کل صد رو طی میکنی میرسی به یه پشتی. طبیعت بکر واقعا، یعنی اینجوریه که شغال میبینی، عقرب میبینی. یعنی حالا الان خیلی روش دستکاری شده الان، ولی اون موقع که ما سال 98 با 500,000 تومان رفتیم. امسال تورش فکر کنم 13-14 میلیون پولش بود یا حتی 17 میلیون، دقیق نمیدونم. امسالی که عید که گذاشت 12. آره یعنی الان 15 ایناست دیگه عید امسال. از این کمپاست که میری استیک روی مثلا چوب برات سرو میکنن. نه نگاه کن ما رفتیم اصلا که همه چی با خودشون، یعنی تو فقط وسایل و خودت باید ببری. اینا چادرونا خودشون دارن. خب ولی با صندلینا میتونی ببری. میری داخل چادر، بعد چادر تو، بعد اون موقع که ما رفتیم تو تپه شیب اینجوری. خب بعد من اون موقع بوت هم نداشتم، با آلستار تک صاف رفتم. نگاه همینجوری مثل که الان تو مردابیم. 3 روز شبانه روز عیدم بود، بارون زد و ما هیچی ندیدیم، فقط داشتیم بارون میدیدیم و من 3-4 بار سر خوردم میخوردم. یعنی اصلا جود که امیر بخور زمینی هم یه فیلم بگیری. تو شیب انقدی ما کمپ کرده بودیم، شب تو کیسه خواب که میخوابیده سر میخوری، دوباره انگار کرم بعد اینجوری میومدی بالا. حالا خدا شکر مثلا چند سالی که تخت صاف کردم با بیل صافش کردم، من میگم دستکاری شده توش. ولی من اونجا با کمپ آشنا شدم، دیدم که ای والله چقدر خوبه. اون موقع مثلا بعدش رفتم شلوار خریدم، بوت خریدم، تجهیز شد. آره بعد با احسان دوباره یه بار دیگه رفتم سوباتان شمال ایران، سمت گیلان هم سرچ کردم، دقیقاً تو هم گیلانه و حاجی بالای ابرایی، یعنی 40 دقیقه با پاترول سینه کوه اینجوری میری بالا و ابر رو رد میکنی و انزلی رو میبینی از بالا و واقعا خوشگله. بعد ما توی یه جایی حالا مثلا تور اینجوری صبح نهار شام هم داره، اقامتگاه و اونورش اقامتگاه هتل هم زده بود، یعنی اینقدر براش درآمد داشت. اونجا کم کردیم. بعد یه بار با احسان، اون موقع دیگه منصور هم اومد، با احسان رفتیم سمت هرمز. اولین بار که با هرمز آشنا شدم با احسان رفتم. یه بار دیگه رفتیم یزد، اونم کمپ کردیم ولی اون کمپ نبود، مثلا چهارشنبه سوری تور بود. خب تور کویر. ولی آره کمپو از احسان شناختم و خیلی دوست دارم کمپو. خطرناکترین کاری که جایی که کمپ رفتی کجا بود؟ کمپی که فکر کنم خطرناکش همون هرمز بود دیگه. رفتیم 4 روز. خطرناک چالش داشت. چالش خطرناک یعنی پاشی با یه چاقو و یه کیسه خواب بریم مثلا وسط جنگل بخوابیم. هم صحبت کردم بریم شمال پسرونه با تفنگ مثلا با لکسیر هم بریم دل کوه خیلی تو کویر تو طوفان شن گیر کرد. خیلی بده. او خیلی ترسناک بود، واقعا خطرناک بود. در اصلا میبردت و میمردید دیگه نمیآورد. ما یه بار همین چیزی هم توی کویر اتفاق افتاد، آقا مثلا گم شد. من گم نشدم، منو ول کردم. حالا داستانش بود. تو تعریف کن من ادامه‌شو برم. پاترول اینا یه اتفاق افتاد سر اماکن. حالا تو کلامت ما با پاترول از یزد، کویر یزد که رفتیم 20 دقیقه پاترول تو تپه‌های شنی رفتیم توی گودی، هیچ کی آنتن هم نداشت، یعنی فقط خودمون بودیم و ترقه‌هامون همین. حالا تعریف کن چه اتفاقی افتاد. رفتن اوکی بود، مثلا 6-7 تا بود، 2-3 بار رفتم. من برگشتن یه دونه پاترول بود، نمی‌دونم اتفاقی افتاده بود، یه دونه ماشین زیاد نبود. بعد همه منتظر، مثلا یه سری میرفتن دوباره یه سری، یعنی نیم ساعت گیر بودیم. تو لیدر کمکی مال سانگو آقا ای گیر کرده
3-4 نفر شدیم رفتیم من نمیدونستم رفته. گفتم ببخشید میدونستم رفته، حالا بگه بقیه‌اش. رفتیم آقا دیدیم گیر کرده، حالا ما دستگاه فلان بکن اینا انجام بده فلان بشه، یارو هر چی میزن نمیشد. دیگه من نیم ساعت اونجا درگیر بودم و بچه‌ام بودن دیگه، یه سکانس اینقدر درگیر بودم خودم رفتم سوار ماشین شدم در آوردمش. یا نگاه کردم افرادی که اینا هستن من نمیشناسمشون نیستن اونا. من جوری بودم من از کجا اومدم، حالا کجا بودی؟ گفتم بریم بس من برم اونور دیگه چیکار بکنم، اینجا نمیتونم اینجا بمونم، نمیتونم برگردیم اونجا دیگه. با هم ماشین ما برگشت به کمپ اصلی، چون یه هتل مانند رسید به اونجا. من بیسیم زدم، بیسیم بچه‌ها، یه بیسیم احسان داد به من، احسان خودش رفت، یه بیسیم دست ما بود. بیسیم زدم احسان پیش اتوبوسی، گفت آره. گفتم بچه‌ها رسیدن، گفت آره. گفتم منصور چی؟ گفت منصور ماشین نیست. منو درگیر بودم اینا، من ول کردم رفته بود و ماشین نمیتونست بیاد، شب شده بود گیر کرده بود، لوکیشن گم شده بود، نمیتونستم ماشینا بیاد. تو کجا بودی؟ حالا گوش ای با یه ماشینی رفته بود، ماشین خالی بود. من پیش بچه‌ها بودم، احسان پیش اتوبوس بود، منصور بین وسط بود. واسه ماشین نیست آقا منو ول کردن خودشون زدم. وای منصور پیدا نمیشد. عصبی آقا به زور بدبختی مثلا یه 10 دقیقه بعد بهم بیسیم زدن ها. یه بیسیمو پیدا کردم رفتم روی کانال دیگه به بچهای خوده که ماشین پاترول دارن. گفتم آقا ببخشید یکی به نام منصور نیست؟ گفت چرا داریم میرسونیمش. رسید اونجا پشت بیسیم که 2-3 تا فوش دادم، اون که به کنار. وقتی برگشتم جلوی اتوبوس شستیم هم دیگه. نگاه اولین بار من و منصور با هم واقعا دعوا کردیم. این واقعا تنها دعوامون یه طرفه نبود که من داد زدم، منصور هم داشت داد گفت به تو چه مثلا من خودم اومدم تو چیکار داری؟ کشتیم هم دیگه رو. 3 روز واقعا بابا سینا که پاترول اسکالی، اون پاترول اسکالی که بچه‌ها رفتن. نه بابا اون یارو که اصلا نفهمیدم با اونم منو ول کرد. خیلی عجیب بود. منو برداشت برد بر نگرد. یه جایی بودیم تو کویر که بچه‌ام خواستن برن برای دستشویی که با میرفتی تو شنوزار دستشویی می‌کردی و یه کمکی باهات میومد، من یا منصور یا بچه‌ها. منصور شد مسئول شاش. نگاه بچه‌ها رو بردن دستشویی می‌کردن. منصور داشت یه نورم داشت. یه خط تو میرفتی بعد باید همونو 180 برمیگشتی با جاپات برمیگشتی، چون اگر بر نمیگشتی گم میشدی. خیلی جدی و نور میزدی که آقا ما رو پیدا کن. اصلا اون خیلی چالش داشت، ولی به نظر من هیچ چالشی بیشتر از هرمزی که رفتیم با هم نبود. هرمزی که رفتیم خیلی عجیب بود، مثلا 5 چند نفر حاجی. چند روز بودیم؟ 3 روز 4 روز. نه کلا از روزی که حرکت کردیم تا که برگشتیم 5 روز اونجا بودیم. یه روز رفت یه روز برگشت 3 شب اونجا. آخه همین سختیش اینه که مثلا آقا 3-4 نفر بری یه چادری خب حل میکنی همه چی رو با هم. 15 نفر که 3 نفر با ساز برقصن، 3 نفر با تنبک، اصلا خیلی عجیبه. ولی شد. بعد دخترم نه که با همون بود، به اضافه اینکه اولین بار بود که بچه‌ها داشتن میومدن کمپ. آره خیلیشون کمپ خیلی، یعنی فقط من و بهنام و منصور و مثلا جواد رفته بودیم کمپ، با سنا و مثلا اینا هیچکی نرفته بود. دستشویی ببر، چوب ببر، فلان ببر، بیسام ببر، مثلا خیلی عجیب بود. ولی من خیلی دوست دارم کمپو. کمپ رفتن با رفقا خیلی حال میده. حالا الان بعد چون که من بچه پایان نامه دانشگاهم دقیقاً راجع به توریستی و چیزای کمپی بوده. من اقامتگاه زیست بومگردی من طراحی کردم و اسم کاملش رو بگو. طراحی اقامتگاه زیست بومگردی در حاشیه روستای حده خنافره در تالاب شادگان. پس روی کردش کو با رویکرد حسین پایین. روی کردش مهمه. یه صفحه فقط اینه که چی بوده. بعد آره واقعا حالا کم جدیدن داره مد میشه و چیز میشه، ولی یا آمار جالب میگه 80% اقتصاد کشورها روی توریستشون میگرده. یعنی بجز مثلا ایران که یکم به خاطر از مسائل سیاسی و اقتصادی جدا افتاده، مثلا اروپا اینا 80% روی توریست میگه. و الان ترکیه اگه توریست نداشت هیچی نداشت. از ایران پایین‌تر بود. فقط توریست. و یه اتفاق خوبی که میفته این اقامتگاه زیست بومگردیه به نظر. تو اصلا میری حالا تو هتل نیستی که اون آرامش آسایش داشته باشی، ولی همچنان تو شهر نیستی که مثلا نرفت بینشه دقیقاً. یه سری امکانات حداقلی رو داری. آره مثلا تو همین الان داری دستشویی کامل، اتاق خواب، صبحونه داری، صبحونه تخت، همه چی داری. و یه فرصت هست که با محلیاشون صحبت کنی. تا خیلی بخش بزرگی از سفر اینه که
آشناشی با مثلا پیاده بزنی بیرون دور بزنی با آدما صحبت کنی چه جوری ان چه مزاجشون چه جوریه فلانه. ولی یه چیزی که هست حالا خوبیش اینه که خیلی اقامتگاه داره زیاد میشه. مثلا تو همین شیراز اگه بچه‌ها بدونن سمت محله سنگ سیاه و بافت قدیم قرار بود اصلا بشه بین الحرمین و خراب شه بشه صاف شه. آره و مثلا اومدن خود میراث فرهنگی گفت که یا خونه ها رو میسازید یا میفروشید یکی دیگه بسازه یا بازسازی میکنید و الان دقت کنید مثلا میری تو سنگیسه هر سه تا خونه دو تاش اقامتگاه و ای والله بهشون از زند شروع میشه تا آخر مثلا سنگیسه ها محله قدیم. ولی این چیزی که گفتی من بچه‌ام نظرشون دوست دارم بدونم. کمپ یه زمانی خیلی حال میداد چالش داشت میدونی چی میگم مثلا همین هلنی که ما رفتیم. الان من چیزی که اولم که خیلی تو لیدر زیاد شده و نمیشه اعتماد کرد. یعنی تو لیدر داریم اسمش هم حالا نمیخوام ببرم آقای بزبز. آقای بزبز از شیراز هم رفت تهران هینت هم میدم. خب نه نگوید آقای بزبز با به شروع آقای بزبز که الان خیلی هم معروفه و خیلی هم تور فقط تور الان خارجی برگزار میکنه. ولی یه ذره از شخصیتی مثلا دوچار مشکله در مثلا به دخترها یه جور دیگه نگاه میکنه. طنزی که هست به معنی واقعی میفهمیش. آره راجع به تور لیدرها میگم. ولی مثلا یه تور لیدر مثل احسان ای والله بهش مثلا الان یکی از تو شایان طلایی اسمش اونم واقعا رسپکت بهش. اون اصلا یک تم دیگه ای از تور رو آورد تور لاکچری. خب تو مثلا میبرتت لاوان بعد تو تصورت از لاوان اینه که میری یه چادر میزنی ماهیگیری تو میکنی یه آبتنی میکنی فوقش یه پدل بزنی چادر ستاره‌ای اتاق کم با کولر با فلان پدل شاتل فلان اینا همه یعنی خودتی و کولت دیگه و مثلا هتل میذارن. آره هتل دقیقاً بهش میگن هتل کمپ. چیزایی که الان کمپ اتفاق افتاده تو میری تو طبیعت یارو دیسکو میذاره پلی میده اینو من دوست ندارم. وقتی که تجهیزات زیادی میبری کمپ دیگه کمپ نیست. آره از معقوله کمپ در میاد. آره این زجرش حال میده. باور خاک خودی بشی کثافت خون بریز ازت مریض یه هفته همون نری دوباره چرک از اسم مریض چی بری شیراز بمیری تموم شید. اینجوری میشه کمپ. اونجوری کمپ نیست واقعا. حالا کجا دوست دارین کمپ برید؟ کمپ لاوان من دوست دارم جنوب مثلا لاوان چند بار اون زمستون ما خیلی خوب میشه. من زاهدان دوست دارم برم. سمت زاهدان مثلا خطرناکه یک بلوچستان رو مگه نمیگیم ولی خب دوست دارم واقعا. من عاشق اینام برم و به نظرم آدماشون خیلی آدم خونگرمیان ولی با بلدش و با بلدش بری. آره قشنگ با بار اولو دقیقاً بار اول همیشه باید با یه بلدی بری که لذت ببری. میدونی چی میگم؟ که یاد بگیری آشنایی چیزی مثلا یوشه رو مگه نمیبینی ما که یوشه که همتون دیگه میشناسید یوشه یه زمانی حالا بچه‌ها فکر کنم احتمالاً بدونن هیچایک می‌کرده خب تو دوره دانشجوییش و هیچایک اینجوریه که تو یه کوله‌ای با خودت غذا و لباس و خودت ماشین هم نداری پول هم نداری یعنی اینجوریه که کمترین میزان هزینه. یهو مثلا میگفتن ما کنار خیابون وای میسیم یه مسیر رو با کامیون میره یه مسیر رو با نیسان میره یه مسیر رو پشت تریلی میشینن یه مسیر رو پشت آره اصلا خیلی عجیب غریبه. اون باله ولی کار سختیه. خیلی کار سختیه. ببین بس اینی که تو خودت ببینی بتونی این کارو بکنی یا نه. مثلا من یه سواری ماشین بشم یارو مثلا چاقو بذاره زیر گردنم بگه کولتو بده میگی بیا بهش میگم بیا واقعا جونم رو بیشتر دوست دارم تا کوله. آره با اینو بپذیر. البته اینا هم دیگه میدونن پول نداره. برای همین میگن هیچاکو تنهایی خیلی نرید 2-3 نفره برید با سگ برید. نه 2-3 نفره برید سگ خیلی مثلا همین گوشی تعریف میگن میگم ما 2-3 نفر که رفتیم خیلی وقت ناهار درست نمی‌کردن ما در خونه باز بود یعنی انقدر من انقدر دوست دارم به خاطر مهمون نوازیشون در خونه باز بود میگفت که آقا بفرمایید ناهار مثلا یه روز ناهار میرفت خونه فلانی همینجا آشنا پیدا میشد. ولی خب مثلا حالا منصور که داره میگه دوستان میرفت هیچ هایک میکرد طرف تو مثلا روستاهایی که اینا که امون میگم اکثرا یه مراسمی دارن یا یکی مرده یا یکی داره عروسی میکنه مرده خود یکی داره یه غذایی میده و مثلا سر سفرهشو میشه دقیقاً همین میخوری. حالا بعد منصور گفت لاوان و مارو آره آخه کانسپتی که مثلا هرمز رفتیم هم
جذاب بوده. مثلا پسرونه بری ماهیگیری بکنی یه چادر کوچیک داشته باشی. من پسرونه این یه بقای نگاه ما واقعا بقای بود. هرمز هم بقایی نبود. یعنی اینجوری نبود که آره ما خیلی تجهیز رفتیم. من خودم دوست دارم کمپ شمال برم. من شمال دوست دارم. ولی شمال من جنگل دوست دارم که میگم کمپ جنگل وحشتناکا اینجوری که تفنگ و چوب ببری و دقیقاً تو زمستون بری که تا اینجا بری تو گلا. خب این جذابش میکنه. اون واقعا بقاه دیگه. پوریا تو این کار میکنی؟ من این کارو 2-3 سال پیش کردم رفتم گرگان و مثلا میگی تو زمستون نه ولی تو مثلا آخرای پاییز بود. خب همون تقریبا همون خیلی داشت بارون میومد. بعد کوه خرس نشان یه چیزی اینجوری داخل گرگان فکر کنم. کوه بغلیمون توش محل موجودیت خرس ها بود. خرس ها اونجا زندگی می‌کردن و ما این مورد زیستیش بود. و شبا صداشون میومد. مثلا تا این مسیری میرفتی به سمت اون کوه صدا خرس می‌زد. گفتم شاید حرف می‌زدن ولی واقعا خطرناکه. مثلا شب می‌خواستی بخوابی صداش میومد اینجوری که هر آن الان میاد پارت می‌کنه چیزی. دقیقاً من اینم مثلا داشتم مقاله دربارش می‌خوندم. یارو میگفت که مثلا اول از همه مثلا اگر که رودخونه و کوه مثلا هست باید توی دشتش مثلا کمپ کنی. بعد وسایل تغذیت مثلا 300-400 متر پایین‌تر از خود نه بالاتر، چون اگه تو دامن کوه باشی بو که اینجوری میاد اگر بالا بذاری بو رو میاره تو کمپت. باید پایین‌تر بذاری بعد ببریش بالای درخت. بعد مثلا دور خودت فلان چیزو بریزی. اصلا اون واقعا بقاه. اینی که داری میگی اصلا کمپ نیست دیگه. این یه چیز همین پسر است تو این ساعت تنهایی رفته ولاگ میگیره اصلا همه جا میره تو برف و کوه. خیلی عجیبه. یارو بازنشسته ولی دیگه کنسل کرد. گفته چون خانواده و اینا داشت. بعد گفتش که ویدیو یوتیوب داره از کنترلم خارج میشه. یه ویدیو میذاره مثلا 30 میلیون مثلا ویو میخورد. من اصلا نگاهش کردم. ولی اون اصلا آدم خیلی عجیبی بود. یارو مثلا 3 متر برف یهو مثلا آتیش میاد آتیشو خیلی اون واقعا ای والله بهش چیزا بلد بود. مثلا یه سری کارا که میدونست مثلا فلانکا برای آتیش درست کرد. ما اگه باشه عمرم بتونیم تو 100% تجربه است. مثلا تو یه 10 بار بری کم بار 11می بدون فندک میتونی یه آتیش روشن اگه نمیری. اگه بعد 10 بار اگر آره مثلا میری بار سوم مردی دیگه. دقیقاً ما الان روز اولی که اومدیم کم چیشی داشتیم. خب ولی الان مثلا هر کدوم یه وسیله‌ای و یه چیزی رو داریم و یه تجربه‌ای رو داریم به هم اضافه می‌کنیم. من خودم اینو خیلی دوست دارم. بعد کمپ یه خوبی که داره ها، مخصوصا جایی که آنتن نداره، خیلی جمع میاد نزدیک هم. باریکالله. یعنی وقتی آنتن نباشه ها تو مجبوری خودتو سرگرم کنی و اصلا خلاقیت میاد. یه بازی رو اختراع می‌کنی. مثلا ما الان صبح داشتیم با پوریا به سنگ می‌زدیم. حوصله‌مون سر پوریا شده سیبل بازی. حوصله‌تون سر بره یکی اونجا با سنگ بزنه. حال میده برام. حال میده. آره خیلی حال. تو چی؟ تو هم دوست داری شمال کمپ کنی؟ من دوست دارم جنگل کمپ کنم. تو چی؟ من جنگل کمپ میکنم امسال اگر خدا بخواد واقعا. بیا بریم جنوبو کمپ کنیم. من جنوب زیاد کمپ کردم. زیاد آخه امسال خدا بریم سمت زیارت و خط ساحلی گفتم میتونیم با هم بریم. آخه شما این شمال که دارین میرون اذیت میشید. من بعد از اون من دوباره میخوام برم گرگان. احتمالاً برگردم. ما شمال کمپ قرار نیست بکنیم. کمپ نه داشتم میگم اگر می‌خواستیم بکنیم یه ذره اذیت میشه. آره. یعنی اون تعداد دیگه مثلا خب وقتی آدم میخواد کمپ کنه واقعا حالا یه چیز طبیعیه، حالا بی احترامی هم نباشه، تعداد پسره باید ذره زیاد باشه. میدونی چی دارم میگم؟ آره واقعا برای کم از یکی از الزاماتشه. خب یعنی من هیچ وقت یادم نمیره تو هرمز که خوابیده بودیم گله سگ بهمون زد دیگه. راست واقعا گله خوابیده بودیم. به اینجوری پنجره رو باز کردم دیدم همونو بستم خوابیدم و من کنار دستم نفر اول خوابیده بودم. اینجا تبر بود، اینجا اره بود، اینجا دوربین بود، اونجا یه چوب بود و من زدم کنار دیدم سگ اینجامه. بستم تبر رو گرفتم گفتم اگر اومد میزنم دیگه یا میخورم یا میزنم دیگه ولش کن. خوبی اینه که تو کمپ هم میگیرم میخوابم، یعنی اصلا برام مهم‌تره میذارم میخوام صبح بلند میشم چی بلند شد یا نشدم. ها آره دیگه من واقعا چالشم تو کمپ خوابیدنه، خوابم نمیبره همش بیدارم. من دوست دارم این چی میگن همه رو هدایت کنم، دوست دارم اون پوزیشنه باشه که همه کارا رو بکنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، تو غذا درست کن. ما تو هرمز چه غذاهایی بهمون دادن. آره قشنگ آشپزی میکرد همراه با یک مقدار قابل توجهی کثافت و شرک و چوب. همینه دست صدا کرد. اصلا همین شد که سفت شدیم. آفرین.
ولی حس خوبی بود. مثلا صبح میرفتی چوب میآوردی، تیکش می‌کردی. بعد یه روز نه که یه روز 3 روز بود. وای لحظه‌ای که رسیدیم می‌خواستیم یه جا پیدا کنیم که نه اولش ول کن. آقا ما گشتیم دنبال یه جایی که پیدا کنیم که حالا مثلا جامون خوب باشه، سایه داشته باشیم، نزدیک دریا باشه، نزدیک راه باشه، فلان میسن و اینا. گشتیم جایی که رفتیم یه سری آدم بودن رفتن یا که خالی بود. نه داشتن میرفتن. روز تو اول روز قبلشو بگو. نه روز قبلش خیلی خوبه. کنار قبر سوما خوابیدیم. فرداش فهمیدیم. فرداش ما که نمیفهمیدیم. دیر وقت رسیدیم شب بود. بعد دیگه یه سری آدم یعنی دعوا میشد. آره همه خسته بودن. واقعا دعوا شد. چند ساعت تو راه بودیم؟ 10 ساعت بیشتر. ما خب یه 3 ساعت 4 ساعت ماشین خراب شد. ما 5 صبح حرکت کردیم، 4 بیدار شدیم. 5 صبح حرکت کردیم، 8 شب ما هرمز بودیم. آره. رسیدیم میشه خیلی میشه. با این شناورا اومدیم هرمز پیاده شدیم و همونجا ببین اولین جایی که رسیدیم یه میدون بود و همونجا مجبور شدیم بخوابیم دیگه. آره دقیقاً رو هم میدون خوابیدیم. شب اول با همه وسیله ها چادر رو به بدبختی باز کردیم فعلا میسن اینا و بعد خسته و خود خوابیدیم. صبح بیدار شدیم دیدیم انقدر ما قبرستون. من گفتم شبای چیزایی دارم احساس می‌کنم. یارو اومده از تو قبل شب اول داداش یکم جا تنگه میری اون مرتر تو اومدی تو مرز ما خوابیدی برو اون مرتر. همین جوری هم بود. آره اینجا خوابیده بودیم اینجا قبر بود. و مثلا ما اگه سنا که افتاد تو دریا آره. با جارو درش آوردیم مثلا میگم چالشای باحال داره ولی مثلا خطرناک نبود. نه خطرناک مثلا خطرناک ماروه که مثلا هر یه متر یه مار میبینی واقعا. موافقی؟ آره موافقی؟ مثلا اسم ماروه و جالبش اینه که تو وقتی میری مارو باید تو صخره ها نباید کمپ کنی. یعنی از یه جایی به بعد مثلا یه ساحل شنی داره بعد صخره میشه بعد میشه بوته‌زار. بعد سمت بوته‌زار که اصلا نباید بری توش ماره. فقط باید تو شن باشی که اذیت نشی. چیز باید ببری چیه این نیمون بزنی بشینی یه نیمون بزنی یا مثلا 3 تا سر از اونجا بابا من با اینا بلند نمیشم. ولی من واقعا کمپو دوست دارم. خب جای ادایی شده. رسیدیم یه جایی یه درخت پیدا کردیم و اینا رسیدیم زیرش وسایل رو گذاشتیم دیدیم خدا زیر پامون با سنگ یه سری علامت عجیب کشیدن از درخت دیریم کچر آویزون همه چی اصلا زده بود اونجا جمجمه مثلا کلاغ آویزون بود سنگ سوراخ بود خیلی جای عجیبی بود. اصلا میگم که حدیث و محسن در اومدن گفتن که ما یه چیزی دیدیم بچه‌ها یه چیزی دیدن حالا یا سایه بوده یا هر چی بوده شاید اردوان بوده حالشون خوب بوده یا حالشون خوب بوده یا حالشون بد بوده واقعا نمیدونم. ولی فیتوپلانکتون هم دیدیم اون سفر. فیتوپلانکتون هم بچه‌ها تو توهماتشون دیدن. اونا گفتن دیدن ما هم گفتیم دیدیم. من واقعا شانسی ما سفر بعدی که خودمون با بچهای اهواز رفتیم هنگام اونو تعریف کن هنگام چجوری بود واقعا قایق که رد میشد نگاه مثلا تو انیمه بود پشتش تا مثلا 10 متر یه خط نورانی بود خیلی خوشگل. من هنگام خیلی دوست دارم واقعا خیلی جای باحالی. بهتر از هرمزه بیکتره خیلی آدمای کمتر اونجا و فکر کنم سخت‌ترم اونایی هم که هستن آدمایی که موندن مثلا یارو 3 ماه اونجا داره زندگی میکنه آدمی نیست که بیاد مثلا کم کنه 2 روز بره بعد. آتیش و اینا رو چیکار کردی؟ آتیش و اینا رو چوب داشت یا اینکه نه چیز بود چیزای خشک و بوت و این حرفا بود که بتونید درست خیلی هم خوب. ولی اونجا با پرهام تو که بچهای اهواز اونم آشپزی مثل امیر خیلی دوست داره فکر کنم اون غذا مثلا سبزی پلو با تون ماهی ما داد اونجا یعنی مثلا نشست غذا داره خوشمزه بود خیلی واقعا تمیز بود. خب تمیز بوده که بهش چسبیده بهش نچسبیده در واقع شاید نچسبیده من که میگم اون چرکه تو غذا واقعا آره ولی خب من همین دقیقاً همین حرفی که زدی این آدما خیلی بر من جالبه یارو یهو مثلا میره 4 ماه هرمز یعنی مثلا و عجیب زندگی میکنن یا مثلا میگیره هنگام مثلا صبح بلند یارو صبح تا شب مثلا یه دونه انار مثلا نهار میخوره بعد مثلا دنداش زده بیرون لاغه. ما تجربهشو داشتیم اون سالی که به اساینا رفتیم دوباره برگشتیم هرمز تو کافه مثلا یه سری افراد میبینی یه پیرمرده مثلا چندین سال مثلا تهرانی بود همه جای گشته اومده اونجا داره زندگی میکنه 70 خورده سالش بود عمو چیچی بود این آدمه از سال 40 خورده سالگی رد میده و کار ول میکنه و میره تو سفر
30 خورده سال تو سفر بوده. مثلا الان هرمز که باهاش صحبت کردیم گفت الان مثلا تقریبا 7 ماه الان هرمز. نه به سال بود یه مونده بود اونجا. تایم پلی سفر خیلی جالب. فار تایم پلی فارم می‌کرده. اصلا خیلی آدم عجیبه. مثلا می‌دیدی مثلا اومده بودن تو کافه اصلا عجیب بود. آدمای عجیب غریب کافه می‌زدن اونجا کار می‌کردن. این کار بکنم. من یکی از دوستان که هرمز مثلا با کم رفت و بکیده بود یارو میخواست مهاجرت کنه فکر کنم مثلا سر یه چیزی ریجکت شد و کلا بند شد نمیتونستی از ایران خارج شه همون رو رد داده بود اومد هرمز زندگی می‌کرد. میگم واقعا که من دیگه نمیتونم خدافظ. مثلا هرمز دقیقاً تیپیکال هرمز همینا مثلا حالا هنگام‌ها رو فرق داره. اما دوست دارم واقعا این زندگی رو تجربه کنم مثلا بری یه 2 ماه واقعا تو سفر باشی ولی نه تو سفری که هی جا به جا باشی بری مثلا 2 ماه کم کنی بری چند مرده اصلا میگن که سفر نمیدونم پولی سفر یه نوع سفره که یه اپ هم داره. خب خیلی جالب اپ داره براش. شما مثلا آقا میخوای بری مالزی میری داخل اپه میزنی من میخوام برم مالزی این شهره جاواشو میاره بالا کارهای ساده بعد مثلا میزنی سالوندار مثلا این کافه آشپز این کافه یا مثلا فلان میری 3 ماه مثلا اونجا تو همون خونه یه جای دیگه زندگی میکنی اونجا هم کار میکنی پول در میاری. حالا خیلی باحاله. این دانمارک یه چیز داره اونم یه اپ داره برای گردشگرای حاتم مثلا چیزای تکی که میرن یک سری تاسک بهت میده مثلا خیابون فلانجا رو آشغالاشو تمیز بکنی. آره من میری آشغالاشو تمیز میکنی بهت یه کوپن میده که مثلا یا غذای مجانیه یا درینک مجانیه یا مثلا جا خواب یا هر چیز اینا و بعد مثلا ساید میشن مثلا میشن میزنی بهت پول میدی استفادهش. بالا خیلی باحاله. مثلا من سفر خارجه دقیقاً همین مثلا حالا سفر خارجه هم بهش میگیم میشه کمپ خارجی یه جوری که آقا تو خودت دوستات با کوله مثلا با قطار یا مثلا ماشین بری لب مرز با پاسپورت دارن. امیر ایرانی‌ها رو واقعا بابا من دیدم آدمه میره اروپا میرسه اروپا با یه کولی با قطار خود دیگه همه شهرهاشون با قطار میرن و میان دیگه و میگم مثلا من 3 ماه تو کل اروپا رو گشتم با 3 ماه پیاده مثلا میرم اینجا رو میبرم سوار قطار میشم. بعد یکی از دوستای ما ایرانی بازی یا دوستام کیاراش تعریف میکرد میگم من میرفتم اینجا میشستم آدمه که اومد اینجا خود تیکت باید ازت میگیره من میرفتم طبقه بالا اون که رفتم طبقه پایین میگم من انتا مسیر رو توکن ندادم مجانی میرفتم میبردم گفتم خب چجوری میخوابیدی میگم شبا قطار میگرفتم تو قطار میخوابیدم صبح نگاه از آلمان و فلان و فرانسه و همه اینا رو از هر کدومش سوغاتی برای خودش بود. اونم خیلی آدم عجیبی بود واقعا اصلا بهش نمیخورده ولی خب انجامش داد. یه چیزی داشتم بهش فکر میکردم قبول دارین هر جایی که طبیعت اینا پای آدم بهش باز شه نابود میشه؟ آره مثلا هرمز همون هرمز نگاه من چندین سالهای متفاوت رفتم و هر سال نگاه مثلا اولین بار سال 96 رفتم 98 هر سالی که میرم کثیف‌تر بدتر یعنی اصلا کلا داره به کثافت کشیده میشه و خیلی دیگه همه دارن میرن دیگه مثلا خیابون نگاه میکنی آشغالی بره تو طبیعت میری آسفالت کشیده ما آسفالت نبود نه اصلا اون موقعی که رفتیم خیلی اصلا حالا اینو منصور داره تعریف میکنه بار اولی که من رفتم هرمز قبل از احسان یه بار رفتم هرمز و جالب اصلا رستوران نداشت تو در خونه رو میزدی میگفتی من مسافرم میخوام نهار بخورم و دعوت میشدی اونجا نهار می‌خوردی یعنی اصلا خودتو دعوت می‌کردی آره یعنی اصلا رستوران نبود یه در خونه باز می‌رفتی اونجا نهارتو می‌خوردی الان رستوران زدن کافه زدن اینا و هی داره بدتر میشه یعنی البته ماشاءالله به ایران جایبک انقدر داره که خراب نمیشه یعنی این رونق گرفتنش هم هست تا یه چیزی به اسم توریستی پایداره دیگه طرف میره یه اقامتگاه مثلا توی یه جای بدون ترددی میزنه معروف میشه آدما میرن اونجا طرف پول در میاره بالاخره روستای دور افتاده به جای پول این در خیلی خوبه ها ولی یک این که دقیقاً به راه درستش آره بعد هدایت شده به باید یعنی حواسش باشه دیگه اونجا رو مثلا الان بدون مال کیش مثلا نگاه کیش با اینکه انقدر رونق داره ولی شهر تمیزیه شهر با ثبات یعنی چون قانون داره چون به این مسیر مثلا الان خیلی جالبه ها مثلا یه کمپی که داری میگم مثلا میشن با بزنید تو کیش هم هست دیگه شما یه لیوان از این بطری 300 سی سی تا سیگار جمع کن تو کل کیش یه تفریح آبی مجانی برو دقیقاً تو همه از تمام مارینانا همشون هم زدن شاتل یا مثلا فلان مجانی با یه بطری سیگار اونم یه میشنه دیگه یارو در میاره دیگه سیگاره همون سفرت بذاری توی بطری فکر کنم دقیقاً نمیشه و اینکه ما حالا درباره اپ که صحبت کردی که دانمارک اینا داره
ایران من این اپ واقعا خیلی وقت نجاتم داده، مثلا برای کمپ و اینا که داریم میریم یا مسیری که داریم اسمش اوورلند. خب یه علامت اینجوری با 2 تا جهت، اوورلند، ایران میاری بالا، لوکیشن میزنی ایران. بعد تمام آدمای رفتن تا حالا کمپ اون لوکیشن رو سیو کردن. خب مثلا تو یهو میری زوم میکنی تو بیابون یه نفر کمپ کرده، بعد چیز داره کمپ میزنه کنارش چیزهای مختلف داره، انتخابای مختلف داره. مثلا یهو میزنی آقا این نقطه مثلا توی جنوب مثلا هرمز، تو خود هرمز همونجا که کمپ کردی میزنه مینیفه مثلا این سگ میتونی ببری، دستشویی نداره، آب آشامیدنی نداره، اطلاعات میزنه. یه جای دیگه میزنی نمیشه مثلا دستشویی نزدیکشه، غذاخوری نزدیکشه و این خیلی نجاتت میده برای جایی که میخوای بری سفر. این اپ به نظرم واقعا خوب اوورلنده. خوبیش اینه که تو ایرانه و بدون فیلتره. خب من اپ اینجوری زیاده خیلی، ولی اینو من خیلی دوست داشتم چون 2 نفر دیده بودم باشون میرن. یارود مثلا میخواست هیچ هایک بکنه، مسیرش انتخاب میکنه، یه هیچ هایکر دیگه هم که میخواست اون مسیر برسه با هم. آره اینو خیلی خوبه. آره این خیلی اپای اینجوری هست، واقعا هم اینجوری هست. سبسی 2 نفره میگرفتن میرفتن. یه چیز دیگه هم هست به اسم کاوچ سرفینگ، یعنی تو مثلا میتونید توی اروپا فکر کنم بیشتر از پیرزن‌ها یا آدمایی که نیازمند نگهداری دارن مبل اون چی میگن ازش مراقبت کنی. اونو مثلا به تو میدن همینجور رایگان، مثلا بری اونجا باهاشون صحبت کنی، باش غذا درست کنی. دقیقاً همون چیزی که میگم مثلا غذا درست کردن، اینم دقیقاً همونه. و واقعا این خیلی از نوجوانا رو نجات داده ها، یعنی همونا که نیازمندم هستن من خیلی لذتی میبرم. حتی این علاوه بر کسی که داره سفر میره، کسی که آقا دانشجوه اونجا، کسی که دانشجو یه کار دانشجویی میگیره. یعنی مثلا من الان یکی از دوستام توی ایتالیا که هست میگه خیلی جالبه، توی خود همین موتورسیکلت‌ها هستا برقی‌ها خود ایتالیا و آلمان اینا کرد، میگفت اینو میری میگیری برای خودت به مدت معلوم، آقا مثلا برای 6 ماه این برای توئه، پولشو میدی، کدتو میزنی و دیگه مثلا با کد تو روشن میشه. خب مثلا اینو میزنی، مثلا میری آقا این غذا رو از اینجا میگیری با همین مثلا موتور میرسونی یه جای دیگه، مثلا موتور بایک و اینا هستا، ولی همین جوریه. یا مثلا یه کار دیگه شو این چی بود، میرفتی تو سوپر قفسه‌ها رو میچیدی، کار خیلی سبک زبان یاد میدین، ولی خب واقعا نیازه، چون مثلا خرجه خیلی اذیت میکنه. داستانی که گفتیم یه چیزی الان نمیدونم هم چیه، روز الان یادم اومد چیزی که الان جدیدن اومده داشتم میدیدم، مثلا دارم تبلیغش میکنه، آقا تو مثلا میخوای بری مثلا میخوای بری تهران، یه سری مثلا چیزا آقا مثلا با ماشین داری میری دیگه، دیدم یه سری باکس مثلا آقا یه بسته‌های پستی بهت میدن، آره همراه ببری و 1% بهت پول میدن برای اینکه همراه ببریش و بار میبری با خودت. ولی یه ذره خطرناک، نه غیر قانونی نیست، بار مال خودت. یارو بود که توی ترکیه داشتی برمیگشتی گفت که این 2 تا صندلی رو برای من ببر. این همینطوریه، تو مثلا از شیراز داری میری تهران، میگه منم از شیراز میرم تهران، میگه چقدر میتونی بار با خودت ببری، میگه انقدر، یا از هواپیما یا از ماشین یا هر چیز دیگه، بار رو میبری تحویل میدی به اونجا، یه نفر میاد تحویل میگیره، بارشو چک کنی احتمالاً 100% دیگه آجی دیگه خیلی خطرناکه بارش اینا، یهو میره تو پاچت، بعدم میره تو پاچت. حالا میگم مثلا سایت مشخص داره بارها چیز دولت، یعنی رو دولت روش مهرش زده، مثل پست دقیقاً بسته میکنه، آرمشو داره، همه چیشو داره و جالب بود. اونو می‌خواستم بگم بازی کاملا اصلا میشه میزنی بیاد پول میده. خواستید برید تهران اینا، خواستید شما با خودتون یه 2-3 بسته چیز ببرید، به خودم باز میکنی حالا سر بریده اینا ما باز کنیم اشکال نداره. و حالا در مورد تهران که صحبت کردید، من چند وقت پیش تو اینستا دیدم یه مردی اومد گفت که دیگه نگران نباشید. هیچ نگران نباشید. حالا گوش شده، دیگه نگران نباشید، شما اگر در تهران کار دارید دیگر نیازی نیست بیایید، کارتان را به من بگویید. وای آفرین، خدا سیاد آدمو تهران زندگی میکنه و اگر کار تو دولتی داری، کار بانکی داری، اما مثلا میخوای بری این وصل پوستر رو بگیری، میخوای بری این خریدار انجام بدی، یه کاری تو شهر تهران داری، بعد خودت یا نمیتونی بری یا نمیرسی، مثلا موتور نه، یارو موتور داره، پادوه یارو، آره مثلا آقا داری آقا مثلا میخوای تهران بری این چیزو رزرو کنی برای خودت، حضوری باید بری،
نمیتونی بری یارو زنگ میزنی میری بعد رزرو کنی با درصد. من واقعا خیلی وقتا پیش مثلا تهران کارم دارم که این کاغذ از اینجا ببرم بزنم اونجا. خیلی آدم اینجوری اصلا بعد میفرستمش. خیلی آدم اصلا تو 6 ساعت تو رای. اصلا تو تهران خیلی شغل عجیبی ساخته میشه. عجیب ترین شغلی که تو تهران دیدیم به نظرم یارو بود که جا پارک واقعا پشمای من. واقعا اگر که جا پارک تو تهران میفروشین خیلی کارتون زشته. باعث تصادف منم شد خب دیگه. لطفا جریمت هم شد. جریمه شد. هم تصادف هم پولم دادم. یعنی میرفتم پارکینگ راحت‌تر بود. جا پارک میفروشه چرا جا پارک تاکسی میفروشه؟ برو دو قدم خیلی دعیوس بود ما یارو میگفتیم که ببین اینجا پارک تاکسی اوکی. آره حاجی اوکیه خیال راحت. واقعا میگم گرگ باشه تو تهران. دقیقاً اصلا خیال نباید راحت باشه. به نظرم واقعا کارش زشت بود. من که نمیبخشم، حلالش نمیکنم. من اون بنزینیه رو حلال نمیکنم نامه. اکتان ریخت تو ماشین من. اکتان کرد تو پاچه. بعد کرد. بابا چیکار میکنی؟ من تو پشت من اومد خب. بعد یارو اول پلاکو دید بعد اومد بنزین بزنه. گفت نمیخوای؟ گفتم من نمیخوام. باز کرد برز گفتم نمیخوام ازم پولش رو نمیدم. گفت چیز خوبی ها. گفتم نه ماشین عادت نداره به غیرت فارا. ماشین من خوش همین دوست داشتنی نمیخوام. من بنزین رو زدم منصور اومد ریخت تو پاک بنزین. نه او سری نشد. سری قبلی که از ایران مالا شب آخر من اومدم دلید بنزین بزنم برای قطار که مشکل بهم نخوره. آقا ما تو شیراز مثلا میگه اکتان بریزم میگی نه طرف میره. ما گفتیم نه نمیخوام. من داشتم دکتر گفتم میخوای؟ نه اوکی داشتم میزدم برداشتم نه اکتان تو خالی میکنم. چرا؟ حالا مثل شیراز 100 خورده میگیره 300,000 تومان ازم پول گرفت. بعد یارو بنزین پر میکنه توشا. برای 10 لیتر بنزین که می‌خواستم تماکو بمونه. بابا من یه بار اکتان زدم ماشینم رپله گرفت. خیلی جالبه. بعد جالب تو در باک ماشینش آقا اکتان نریز. ما هم ریختیم یه بار رپله زد. چراغ چک روش از جد پت پت میگه. گفتم دیگه من عمرن بزنم تو این ماشین. عادت نداره. یه چند دقیقه اینجا رو بوق بذار. یارو رو مستفیض کنیم ها. این دیگه بوق تو رو بشره. اگه چی؟ اینه دیگه ما هم شطرنجی این دیگه ها رو شطرنجی کن بوق بزن کسی نفهمه. خب ولی حالا کمپ و اینا شد. شیراز خیلی جای خوبی کمپی داره. آره دورش یعنی واقعا اطرافش مثلا حالا تو اصفهان رو نگاه کنی یا شهرهای دیگه ها مثلا شهر شمالی یا جنوبی که دریا و اینا دارن منطقه بک دارن هم به کنار ولی مثلا شیراز نسبت به اون مرکزیت واسش خیلی زیاد داره. یعنی تو هر طرفش بری میتونی بری تو طبیعت. بعد شیراز یه چیز جالبه دیگه آره وسط شهر مثلا یهو میتونی بری کمپ کنی. بری قصاب برو کمپ کن. من مثلا میگم جنگل‌های اطراف شیراز یه ذره حالا متفاوت ترن. مثلا جنگل‌های شمال خیلی باحال‌تره به نظر. آره خب میخواد نوع درختشه بیشتر اون گرم جنگلش یکم خشک‌تر و مثلا پارک زرقون دقیقاً همینطوریه دیگه. فقط سرو و فلان چیزای سبز یعنی همیشه هم سبزه. آره ولی خب جای کمپ خیلی یه بار رفتم جای کمپ خیلی ولی مثلا برای نهار خیلی خوبه. اگر مثلا به اندازه اون نمیشه به اندازه شمال ولی بری به سمت مثلا سپیدان و برای که میره تو کوهستان شیشپیر و اینا دقیقاً بالاتر حتی خیلی جلوتر از اونها میرسی مثلا یک پوشش جنگلی متفاوت تری حتی. ملوس جان بود قبل از سپیدان دیگه. نه ملوس جان که اون چیز بالا. دیگه ملوس اون چیه جلوترشه؟ قبل از سپیدان اسمش چیه؟ همای جون هم جای قشنگ یاد ماشین جواد گیر کرده بود. شیراز آقا این ورش درخت پایینش جنوب آب بالاش کویره پایینش جنوب شیراز پایینش جنوبه. بچا شیراز پایینش شماله. آره اهواز پایینش غرب شیراز بالاش شماله. نه شیراز بالاش شرقه پایینش غربه. خب قیافه آره داشت نقشه‌تو برعکس گرفتی. مواظب باش خواستی بری جنوب سر از مازندران در نیاری. ولی سمت غرب من ازم خیلی قشنگه. بله طبیعت بک پلنگ اونجا می‌بینیم. آره پلنگ مازندران. این پلنگه دیگه. آره کی هم رفت بترسونه. آره بچه‌های پویسنه با جوروزه. آره بچه‌ها پویسن. ولی دیگه واقعا اینجوری. اما کمپ برادم چیز باحالیه. چیز دیگه صحبت نداری شما در مورد کمپ و اینا؟ کمپ کنید بچه‌ها. میرید یه چند تا نکته تو گیم اگر آشغالاتون رو واقعا آشغالا سیگار میکشید نوشونت میکشید تا سیگارش آقا مشروب تو میخوری سیگار تو میکشی چیپس تو میخوری آقا واقعا جمع کنید واقعا حیف طبیعت. رسپکت به اونایی هم که واقعا
این الان نگاه میکنی بوتسی من دارم میبینم تو. واقعا اما تو چرا کیسه چیز است. آره لباس گرم ببرید با خودتون، کفش خوب ببرید، دست دوم اولیا یادتون نره. حتما 100%. من دیروز به مامان بابا گفتم میخوام برم کمپ، گفت کی؟ گفتم فردا. گفت چه ساعتی؟ 5 صبح. تو نگاهش دیدم که حالت خوب نیست و یه نامید چرا 8-9 نمیری؟ گفتم نمیدونم. منم داشتم میگفتم که آره صبح بیدار کرد 8 صبح الان انقدر ما اینجا بودیم احساس کنم فرداست، یعنی ما از هر دو روز اینجا هیچکی نبود. یارو داشت قشنگ یارو درو باز کرد خواب داداش خیلی یارو بیدار شد. ما گفتیم که سلام ما اومدیم کمپ کنیم. آقا کمپ کنید حال میده باحاله. آره اومدیم حالا به بچه‌ها بگیم کمپ کنه بیاد بریم کمپ کنیم. ما پایه ما اگه دوست داره ما دعوتشو میپذیریم. دعوتشو میپذیریم. دعوتمون رو میپذیره؟ دعوتمون رو بپذیرید. دعوت کردی. بپذیرید. وای داره گشنم میشه. بریم نهار کمپی آماده. بچه‌ها بسیار خوشحال شدم برای اپیزود سوم. اگر که تا اینجا همراه بودید خیلی متشکرم. آره باحال بود ولی خوش گذشت. جای خوبی بودیم. میبینمتون. خدافظ.